آیا آمریکا واقعاً سرزمین فرصت هاست؟ آیا ایالات متحده همان بهشتی است که در فیلم ها می‌بینیم؟ و در پایان این ویدیو شاید پاسخ این پرسش ها را پیدا کنید. و در گستره پهناور قاره شمالی کشوری قرار دارد که نامش با قدرت، تکنولوژی، جنگ، سینما و رویا گره خورده است. سرزمینی که مهاجرانش امپراتوری‌های کهنه را پشت سر گذاشتند تا جهانی تازه بسازند. با ما همراه باشید تا به قلب یکی از تأثیرگذارترین کشورها در تاریخ معاصر سفر کنیم. جایی که به آن ایالات متحده آمریکا میگوید. آمریکا از 50 ایالت تشکیل شده و جمعیتی بیش از 330 میلیون نفر دارد. از شرق با اقیانوس اطلس، از غرب با اقیانوس آرام و از شمال و جنوب با کانادا و مکزیک هم مرز است. واشنگتن دی سی پایتخت سیاسی کشور است، اما شهرهایی چون نیویورک، لس آنجلس، شیکاگو و سان فرانسیسکو هر کدام به تنهایی دنیایی از قدرت، فرهنگ و نفوذ را در خود جای دادند. ایالات متحده سرزمین مهاجران است. دهها قوم و ملیت، صدها زبان و همه ادیان در کنار هم زندگی می کنند. تنوع پایه قدرت فرهنگی این کشور است. اما همین تنوع گاه چالشی بزرگ نیز بوده است. این تاریخ آمریکا روایتی است از انقلاب، گسترش، بردهداری، جنگ داخلی و پیشرفت. از اعلام استقلال در سال 1776 تا تبدیل شدن به بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان. اگر تعریف در قرن 20 در رقابت، آمریکا آزادی با پیروزی در دو جنگ جهانی، تسلط بر اقتصاد جهانی و فرستادن انسان به ماه روبروست. تبدیل به نمادی از مدرنیته و سرزمین فرصت نظام حکومتی آمریکا نه همیشه فدرال با ریاست همین حقیقت است که اون را واقعی‌تر و مهمتر از یک رویای ساده به طور مستقل عمل می‌کند. و قانون اساسی این کشور یکی از قدیمی‌ترین قوانین فعال دنیا است. آزادی بیان، رسانه و انتخابات در قسمت‌های بعدی اصول به سراغ کشورهای دیگری برویم و با هم جهان را بهتر بشناسیم. اقتصاد جهان از همراهی از سیلیکون ولی در کالیفرنیا تا وال استریت در نیویورک، این کشور زادگاه شرکت‌های غول‌پیکری است که جهان را شکل می‌دهند. آپل، مایکروسافت، آمازون، گوگل، تسلط به صنایع نظامی، داروسازی، انرژی، سرگرمی و خدمات مالی قلب تپنده اقتصاد آمریکاست. در حوزه علم و آموزش، آمریکا میزبان برخی از بهترین دانشگاه‌های جهان است. هاروارد، MIT، استنفورد، ییل، پرینستون. هر سال هزاران نفر از سراسر جهان برای تحصیل، پژوهش و تحقق رویاهای خود به این کشور سفر می‌کنند. فرهنگ آمریکایی در سراسر جهان گسترش یافته است. سینمای هالیوود، موسیقی راک، هیپ هاپ، فست فود، شبکه‌های اجتماعی و برندهای جهانی همگی بخشی از نفوذ فرهنگی این کشورند. اما پشت این چهره پرزرق و برق واقعیت‌هایی چون فقر، خشونت، نابرابری و اختلافات نژادی نیز پنهان است. اما آیا آمریکا بهترین است؟ شاید چنین باشد. اگر تعریف بهترین را در رقابت، آزادی، تکنولوژی و نفوذ فرهنگی جستجو کنیم. اما حتی این ابرقدرت هم با چالش‌های بزرگ روبروست. ایالات متحده سرزمین فرصت هاست، اما نه برای همه، نه همیشه. و شاید همین حقیقت است که آن را واقعی تر و مهمتر از یک رویای ساده می کند. اگر از این سفر تاریخی و فرهنگی به قلب آمریکا لذت بردید، ما را با لایک، کامنت، از سابسکرایب حمایت کنید تا در قسمت‌های بعدی به سراغ کشورهای دیگری برویم و با هم جهان را بهتر بشناسیم. بهترین را در رقابت، از آزادی، تکنولوژی و نفوذ فرهنگی جستجو کنیم. اما حتی این ابرقدرت هم با چالش‌های بزرگ روبروست. ایالات متحده سرزمین فرصت هاست، اما نه برای همه، نه همیشه. و شاید همین حقیقت است که آن را واقعی تر و مهمتر از یک رویای ساده می کند. اگر از این سفر تاریخی و فرهنگی به قلب آمریکا لذت بردید، ما را با لایک، کامنت، از سابسکرایب حمایت کنید تا در قسمت‌های بعدی به سراغ کشورهای دیگری برویم و با هم جهان را بهتر بشناسیم. سپاس از همراهیتان.